هولاکو خان به دست خواجه نصیر طوسی مسلمون شده بود. بعد اومده بودن در همدان، اونجا یک حمامی بود و مشتمالی بهش دادن و خدمه حمام خیلی بهش رسیدگی کردن و آب زرشکی آوردن و اینا، خلاصه خیلی حظ کرده بوده. بعد میاد بیرون یهو نگران میشه که نکنه این عمل حرام باشه در اسلام، چون تازه اسم مسلمان شده بوده. میاد از خواجه نصیر میپرسه که این عمل اسمش چیه؟ گفتن این استحمام مشتمال نمیدونم از این چیزاست. گفتش که این شرعاً اشکالی نداره اینا در چیز. گفت نه این گفت عجیبه، برای اینکه من اولین بار است ببینم یه چیزی که آب خوش از گلو بدن پایین میره این اشکال نداره. لذت رو یه جوری توی فرهنگ ما از قدیم تو ذهن آوردن که لذت چیز خوبی نیست، لذت ببره بدهکار میشه. اتفاقاً برعکس، لذت چراغ سبزه، یعنی برو جلو، مگر لذتی باشه که موجب رنج فراهم بکنه، موجب ناراحتی دیگری رو فراهم کنه. وقتی لذت رو شما بر اصول و مبانی خودش رفتی جلو